ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфтурамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтури 51. صدرالدین عینی. زندگانی و قهرمانی. یادآور شدن کافی است که تمدن مردم آریایی نژاد، میراث معنوی اجداد فرهنگ ساز و فرهنگ پروری ما، یکی از پایه‌های تمدن جهانی محسوب می شود. ما باید از این افتخار کنیم و همیشه سعی و تلاش نماییم که پیروان سزاوار و وارثان ارزنده ابرمردان ملتمان باشیم و چراغ علم و معرفت را همیشه فروزان نگاه داریم. محض با همین مقصد ما بزرگ داشتی شخصیت‌های معتبری تاریخی، چهره‌های برجسته سیاسی، علم و ادب و فرهنگ و معرفت از جمله اسماعیل سامانی، ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، ابو علی ابن سینا، امام اعظم ناصر خسرو، جلال الدین بلخی، کمال خوجندی، میر سید علی همدانی، صدرالدین عینی، شیرین شاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم، بابا جان غفورف و میرزا ترسنزاده را که در دوره‌های گوناگون در تشکل تمدن و دولت سازی ما سهم ارزشمند گذاشتند، با شکوه خاصه و محتوای تازه تجلیل نمودیم. در رابطه با نقش و موقع مطبوعات، یکی از اولین روزنامه‌نگاران و سرآمدان مطبوعات تاجیک، استاد صدرالدین عینی، هنوز در ابتدای عصر گذشته چنین گفته بود: روزنامه هر قوم و ملت زبان ایشان است و هر قوم و ملتی که روزنامه ندارد گویا زبان ندارد. با نظر داشتی این رسالت مطبوعات، اهل قلم تاجیک 11 مارس سال 1912 نخستین روزنامه تاجیکی را با نام بخارای شریف چاپ کردند که یکی از رویدادهای مهم فرهنگی و تاریخی مردم ما در 100 سال گذشته محسوب می شود. برای به وجود آمدن نخستین روزنامه تاجیکی، فرزندان روشن ضمیر و معرفت پروری ملت که با فعالیت مؤثر جمعیتی و سیاسی و فرهنگی خود در آن زمان اعتباری بلند داشتند سهم گرفتند. وقتی که به تاریخ مطبوعاتمان نظر می افکنیم، قبل از همه خدمت‌های بزرگ قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی را به یاد می آریم که به خاطر گذاشتن اساسهای دولت مستقل ما انجام داده است. محض استاد عینی با مقاله های وطن دوستانه و معارف پرورانه و سخن ملت ساز خود به بیداری مردم تاجیک تکان جدی بخشیده است.
در یک مقاله‌اش استاد عینی تاکید نموده است: هر آدمی که درست فکر می کند می داند که وطن مادری اوست، وطن خویش و تباری اوست، وطن شرف و ناموسی اوست، وطن همه چیزی او و حیاتی اوست. و این سبب هر فرزند آدم که صفت انسانی خود را گم نکرده است، وطنی خود را مثل مادری خود حتی از وی هم زیادتر دوست می دارد، او را حمایت و مدافع می کند. این سخنانی واقعاً پرارزش و این پند استاد برای همه ما و خصوصاً برای اهل قلم و روزنامه‌نگاران سبقی بزرگ و چراغی راهنما در فعالیت هر روزه امان باید باشند. امروز ضرورت به میان آمده است که برای هوسمندگردانی و قدر کردن زحمت در واقع دشواری روزنامه‌نگاران یک سلسله تدبیرهای سودمند عملی کرده شوند. مثلا تأسیس دادن جایزه دولتی به نام صدرالدین عینی برای خدمت‌های ارزنده و شایان در ساحه واسطه‌های اخبار عامه چاپی و الکترونی می تواند از قبیل همین گونه تدبیرها باشد. این جایزه باید به روزنامه‌نگاران سپاریده شود که فعالیت آنها به تحکیم دولتداری، وحدت ملی، رشد اقتصادی دولت و پیشرفت معنوی جامعه، گسترش ارزش‌های ملی، بلند برداشتن سطح معرفتناکی و فرهنگی شهروندان مساعدت می نماید. فکر می کنم که این تدبیر من بعد آبروی واسطه های اخبار عامه، اعتبار سخن و سخنور، مسئولیت او را در نزد خلق و وطن عزیز ما باز هم بلند می بردارد. مردم شریف تاجیکستان حقوق کامل معنوی دارند که با فرزندان فرزانه ملت سهم بی‌نظیر آنها در رشد تمدن عمومی بشری افتخار نمایند، آثار گرانبهای آنها را آموزند و حکمت جاودانه ابرمردان ملی خود را قطب نمای روزگار خویش قرار دهند. در فرجام می خواهم باز از یک مقاله استاد صدرالدین عینی یادآور شوم. این مقاله چنین نام دارد: کاری تاجیکستان گل کردنی است. در پیروی استاد من گفتنی هستم. بله، کاری تاجیکستان گل کردنی است. آینده تاجیکستانی صاحب استقلال درخشان است. ما حتما به هدفهای ملی و استراتژی خود بهر رشد و ترقیات تمام ساحه‌های کشور و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردممان نائل خواهیم شد. نصرت الله مخصوم، جانفدای ملت. باید خاطر نشان کرد که وادی رشت مثل دیگر گوشه و کنار تاجیکستان دارای تاریخ دور و دراز می باشد.
موافق معلومات سرچشمه‌های تاریخی هنوز در آخر هزاره یکم پیش از میلاد یک شاخه راهی بزرگ ابریشم از وادی‌های آلای و رشت گذشته توسط حصار و ختلان، بلخ و ایران و عراق به ساحل‌های بحر میان زمین می رسید و این شاهراه شرق و غرب را به هم می پیوست. مورخان همچنین ثابت نمودند که در عصر هفتم میلادی در قلمرو منطقه های رشت و ختلان و حصار و بدخشان الفبا و خط و ادبیات و فرهنگ وسیع رواج داشته است و به شرافت کوشش های گذشتگانمان که در طول 100 ساله ها به خرج دادند، زبان و فرهنگ و هویت ملی ما تاجیکان تا امروز پایدار و استوار ماند. با وجود مشکلات روزگار، هجوم و خرابکاری ها و تأثیر و فشار اجنبیان، گذشتگانمان این ارزش های والای ملی را از عمق 1000 ساله ها به آیندگان خود همچون گنجی بی‌بها به میراث گذاشتند. در گسترش زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکی، فرزندان فرزانه وادی پرسخاوتی رشت نیز سهم شایسته دارند. میراث گرانبهای نمایندگان دایره ادبی رشت، مولوی قسیمی، مولوی شاهدی رشتی، مولانا جامی ثانی، عبدالرحیم غرمی، خزانی، حجری، نسیمی، ولیی، گلخنی، شیخ عبدالحی و دیگران از تلقین غایه های بشردوستی، آموزش علم و دانش و تشویق خصلت های حمیده انسانی عبارتند. 2 نفر شاعر توانای عصرهای 15-16 مولوی قسیمی و شاهدی رشتی حتی به مثنوی بزرگترین چهره ادبی و عرفانی ادبیات تاجیک و فارس، ستایشگری وحدت میان خلقها و مذهبها، فرزند خلق تاجیک مولانا جلال الدین بلخی جواب نوشتند که در تاریخ حوزه های ادبی آن دوره کم نظیرند. تجربه ارزشمند تاریخی مبارزه برای آزادی و استقلال در عصر 20 در دوران نهایت مرکب سرنوشت ملت تاجیک اهمیت فوق العاده و حیاتی داشت. طوری که تاریخ ثابت می سازد در آخر عصر 19 و آغاز عصر 20 ملت تاجیک بنابر عامل‌های زیاد در مرحله نهایت حساس و خطرناک تاریخ خیش قرار داشت. اصالت و حتی بقای تاریخی او تحت خطر بی‌واسطه قرار گرفته بود. دایره ها و گروه های منفعت دار نه فقط اصالت و هستی تاریخ تاجیکان را از جهت ایدئوی و سیاسی بدقصدانه انکار می کردند، بلکه با همدستی و مساعدت فعال یک طایفه فرزندان ناخلف خلق ما می کوشیدند که ملت تاجیک همچون ملت اصیل و صاحب وطن اسیر فراموشخانه تاریخ گردد. در چنین دوران تقدیرساز استاد صدرالدین عینی وارد صحنه پیکار مقدس ملی شد. مبارزه جسورانه و فعالیت خردمندانه فرهنگی و معنوی، ایدئوی، ادبی و سیاسی و اجتماعی او در اصل کارنامه بزرگ ملی و سهم شایسته در تأمین استقلال وطن در آینده بود. بی سبب نیست که استاد صدرالدین عینی نخستین قهرمان تاجیکستان صاحب استقلال گردید. در کار مقدس تأمین حقوق و منفعت‌های تاریخی تاجیکان همچنین
ابوالقاسم لاهوتی و باز یک گروه ضیاییان وطن پرست سهم ارزنده‌ای دارند. باید مخصوص ذکر کرد که با وجود مشکلات و مانعه‌های زیاد، گروه نسبتاً خرد شخصیت‌های سیاسی تشکل یافت که به خاطر تأمین منفعت‌های تاجیکان و تاجیکستان تلاش فعالانه داشت. نمایندگان معروف این گروه شیرینشاه شاه تیمور و نصرت الله مخزوم بودند. تلاش پیگیرانه و وطن دوستانه همه آنها به تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان مساعدت فعال نمود که در سرنوشت تاریخی کشور ما واقعی خیلی مهم می باشد. در نتیجه کوشش و تلاش‌های نظررسی بسیار خادمان دولتی و سیاسی و علمی و فرهنگی تاجیک از جمله نصرت الله مخزوم، شیرینشاه شاه تیمور، عبدالقادر محی‌الدینوف، عبدالرحیم حاجی بایف، چنار اماموف، یحیی افضلی، صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، باباجان غفورف، میرزا ترسنزاده، ساتیم اولوغزاده و بسیار دیگران حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری به مجرای نوی ترقیات وارد شد. دوشنبه چون پایتخت به مرکز واقعی مأموری، سیاسی و اقتصادی و علم و فرهنگی تاجیکستان تبدیل یافت. ما نسل‌های امروزه کوشش و تلاش‌های فرزندان باننگ و ناموس ملت تاجیک از جمله یکی از سیماهای برجسته سیاسی و دولتی ابتدای عصر گذشته نصرت الله مخزوم را که زاده رشت باستانی بوده در قطار نخستین راهبران مملکتمان برای همچون جمهوری تشکل یافتن تاجیکستان خدمت‌های ارزنده کرده است، به طور شایسته قدرشناسی می‌کنیم. زیرا برای بقا و هستی ملت، احیای دولت، حمایه منفعت‌های ملی، آزادی و عدالت و حقیقت تاریخی خلق تاجیک، خدمت نصرت الله مخزوم نیز بسا نظر رس است. در وضعیت نهایت حساس و مشکل، در صف اولین فرزندان سرسپرده خلق تاجیک به مبارزه برخاستن نصرت الله مخزوم نشانه وطن دوست و وطن پرست اصیل بودن او می باشد. کوشش و تلاش های او پیش از همه در تشکل جمهوری تاجیکستان، معین گردیدن مرز و بوم امروزه آن و شناخت ملت تاجیک بی‌نظیر است. زیرا در آن سالهای حساس و تقدیرساز بدخواهان ملت تاجیک نمی خواستند که خلق ما صاحب جمهوری خود گردد. از این رو نصرت الله مخزوم به حیث یکی از راهبران جمهوری با جسارت فوق العاده و شجاعت سیاسی برای تقسیمات عادلانه حدودی، معین نمودن شخصیت ملی مردم تاجیک مبارزه برده، کوشش نموده بود که تاجیکان همچون یکی از قدیمترین خلقهای آسیای مرکزی و دارای تاریخ و فرهنگ چندین هزار ساله اعتراف و شناخته شوند. خدمت و کوشش و جانبازی های همین گونه فرزندان باننگ و ناموس و وطن دوست و وطن پرست ملت تاجیک بود که امروز دولت ما صاحب استقلال گشته است. در تاریخ خودشناسی ملت تاجیک نام چنین فرزندانی برومند با حرفهای زرین نوشته شده در خاطر مردم ابدی خواهد ماند.
در سالهای در وظیفه رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری فعالیت نمودن نصرت الله مخصوم در تاجیکستان آنقدر کارهای بنیادکاری و سازندگی وسعت یافته بودند که خلق ما 100 سالهای پیشین چنین دیگرگون سازی ها را ندیده بود. پیش از همه تأسیس ساختارهای نوی اداره کنی، رشد تمامی ساحه ها، بنیاد راه ها، بلند برداشتن سطح معرفت مردم، سازمان دادن مکتب ها و کورس های گوناگون کسب آموزی، جلب زنان به کارهای دولتی و دیگر تدبیرهای مؤثر عملی گشتند. با نام این فرزند صادق ملت یک دوره تام تاریخ خلق تاجیک، یک مرحله حساس و سرنوشت ساز و بنیادکاری های عظیم کشورمان ارتباط قوی دارد. نصرت الله مخصوم به معنای تامش جان فدای ملت تاجیک بود. با پاداش خدمت‌های شایسته و تلاش‌های خود بهر احیای دولتداری تاجیکان قربانی بی‌عدالتی‌های شاوینیستی و بدخواهان خلق تاجیک گردید. متاسفانه بدخواهان خلق تاجیک با دسیسه و تهمت نصرت الله مخصوم را جسماً از بین بردند و این فاجعه بعد 10 سالها بار دیگر تکرار گردید. در سالهای مقاومت مسلحانه مجسمه او در زادگاهش نابود کرده شد. من ایمانی کامل دارم که اگر نصرت الله مخصوم، منور شاگدایف، محمد الله خالف برین فرزندان بنیادکار و فدایی ملت بر حیات می بودند، فاجعه جنگ شهروندی به سر خلق ما نمی آمد. با مقصدی برقرار نمودن حقیقت تاریخی، ما امروز خدمت‌ها و جان نثاری های این فرزندی وفادار و مبارز و وطن پرست خلق تاجیک را بلند قدر می نماییم. با قدرشناسی او ما نام او را نه تنها ابدی می گردانیم، بلکه نسل‌های امروز و آینده ملت را به آن هدایت می سازیم که آنها پیروی چنین مردانی وطن پرستی اصیل خلق خود گشته با احساس عمیق خودشناسی ملی برای آبادی و شکوفایی وطن عزیزمان کوشش نمایند. ما امروز به خاطر ابدی گردانیدن نام نیک نصرت الله مخصوم مجسمه او را از نو برقرار کردیم. بگذار نام نیک و کار و پیکار مردانه او که تنها به منفعت ملت تاجیک و دولت تاجیکان بود، برای نسل‌های امروز و فردای وطن عزیزمان سبق زندگی و کارنامه او در رشد دولت و ملتمان و برای در عرصه بین المللی بلند برداشتن موقع تاجیکستان نمونه عبرت باشد. خاطره نیک فرزند صادق خلق تاجیک نصرت الله مخصوم و دیگر اربابان برجسته دولتی از جمله منور شاگدایف، تاج الدین عیسایف، باقی رحیمزاده، میرزا رحمتف، محمد الله خالف، منور شاه نظریف نه تنها برای ساکنان وادی رشت بلکه برای تمام مردم تاجیک عزیز است، زیرا آنها به خاطر پیشرفت دولت و ملت تاجیک صادقانه خدمت کردند
و نامشان هیچگاه از یاد خلق نخواهد رفت. در شرایط کنونی کشورمان باید هر یک فردی با ننگ و ناموس مثل مردان فداکاری که نامی نیکشان ذکر شد منفعت وطن، دولت و ملت خود را از همه بالا گذاشته بهر رشد و آبادی تاجیکستان عزیز سعی و تلاش نماید تا نسل‌های آینده با کار و نام نیکی امروزیان افتخار نمایند. وطن در برابر مادر مقدساتی والا بوده در سرنوشت انسان نقش حل کننده دارد. بی وطن انسان بی سرنوشت و بی قرب و منزلت است. بی سبب نیست که ارزش‌های والای وطنداری هنوز از دوران آریایی ها ظهور کرده در کتاب‌های محبرت و اویستا توصیف و ستایش شدند. ارزش‌های وطن پرستی و ملی در زمان دولتداری سامانیان درخش و جلای تازه پیدا نموده رشد و تکامل یافتند. اگر 1000 سال پیش دولت بزرگ سامانیان بنابر ضدیت‌های داخلی و منصب تلاشی و تخت و تاج خواهی برادران همخون زوال یافته باشد، پس همین اشتباهی فاجعه بار سال 1992 در آغاز راه دولت تازه استقلال ما تاجیکان بار دیگر تکرار شد. ولی خوشبختانه محض به شرافت خرد ازلی خلق، حس وطن دوستی و وطن پروری و افتخار ملی فرزندان با ننگ و ناموس وطنمان مخالفت مسلحانه سری وقت برطرف و بقای دولت و وحدت ملت تأمین کرده شد. علاوه بر این ما باید همیشه در یاد داشته باشیم که وطن تنها مرز و بوم و حدود معین جغرافی نیست. وطن پیوندی ناگسستنی نسل‌های دیروز و امروز و فردا، محافظت استقلالیت و دستاوردهای آن، پاس داشتن خاطره نیک اجدادان، حفظ و گرامی داشتی میراث تاریخی و فرهنگی و سعی و تلاش دائمی به خاطر پیشرفت دولت و ملت و شکوفایی وطن اجدادی است. تمام هدفهای ما وابسته به آبادی وطن تنها در صورت وحدت واقعی و صلح و ثبات استوار عملی می گردند. شما گفتاری 51 را از روی کتابی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانشی ادبی.